امروز میخوام کل این بسته‌هایی که واسم رسیده رو با شما آنباکسشون کنم. Hello, it's Panis here and you're watching my YouTube channel. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید که این بزرگه سورپرایز آخر ویدیوه. سلام بچه‌ها، متاسفانه من این ویدیو رو یک بار گرفتم و 1 ساعت طول کشید. رفتم چک کردم دیدم میکروفون وصل نبوده و ویدیو صدا نداره. باورتون میشه من ویدیو رو کامل گرفتم و صداش نیفتاده بود؟ باورم نمیشه. الان من چجوری برم دوباره بگیرم؟ الان کل بسته رو باز کردم و مجبور شدم دوباره جمعشون کنم که بخوام دوباره ویدیو رو بگیرم و خیلی ویدیو قشنگ شده بود. الان نور داره میره، سریع باید ویدیو رو بگیرم تا نور نرفته. تیکه های ذوقم از اون ویدیو قبلی رو براتون میذارم چون الان اینقدر حالم گرفته است دیگه اصلا نمیتونم ذوق کنم. خیلی ناراحت شدم. اصلا ویدیو خیلی قشنگ شده بود. حالا تیکه های ذوقش رو میذارم یا اگه یه جاییشو بتونم صدا گذاری میکنم. حالا اینترو رو که مجبور شدم همونو بذارم روش صدا گذاری کنم چون الان با بسته‌های باز شده نمیتونستم اینترو بگیرم، ولی پیش میاد، مجبورم کنار بیام. خیلی ناراحتم. خیلی دارم سعی می‌کنم نشونش ندم. بدیهای میکروفونه دیگه. به من گفتید میکروفون بخر، خریدم. الان وصل نشد. 1 ساعت و نیم از وقتمو هدر دادم. آنباکس اولیه میکروفون که اینو دیگه نشد واسهتون آنباکس کنم چون باید استفادهش می‌کرد. خب بچه‌ها، از اونجایی که خیلیاتون میدونید یا اگه نمیدونید میتونید برید اولین ویدیوی چنلمو ببینید. من 2 ماه خورده‌ایه که مهاجرت کردم و خب نمیتونستم 20 سال زندگیمو بریزم توی چمدون با خودم بیارم. در نتیجه الان دارم دوباره همه چی رو از اول میخرم. حالا وسایل خونه، وسایل شخصی خودم، همه چی رو دارم کم کم میخرم. دیروز یه سری از خریدام همشون با هم رسیدن و این ایده به سرم زد که خب بیام بشینم با شما آنباکسش کنم که هم شما ببینید هم تنهایی نشینم آنباکسش کنم، با هم ذوق کنیم. یکیشون که بزرگترینشه و آخر ویدیو میخوام آنباکسش کنم، اون یکی از مهمترین و واجبترین نیازها و خریدام بود و خیلی ذوقشو دارم. بقیهشون خریدای ریز واجب یا مثلا چیزایی که دوست داشتمه. حالا کم کم بریم با هم باز کنیم. حتما نظرتون رو بهم بگید که خوبه، بده، چجوریه و اینا. قیمتا رو هم سعی میکنم بهتون بگم تا جایی که یادم باشه. بریم با هم آنباکسش میکنیم. بریم سراغ اولین بسته. با حال گرفته و غمگین ولی پابرجا. بچه‌ها این واقعا خرید واجبی نبود ولی خب دوستش داشتم. تو ویدیو قبلیه یه بار گوشیم افتاد، داشت دوباره پرت میشد پایین. بعد الان همش استرس دارم دوباره بیفته چون 2 روز پیش گوشی من از بالای بالکن پرت شد پایین روی سنگا. الان نصف گلس گوشیم حبابی شده، نصف دیگه‌اش خورد شده، کلا نصفش خورده. خود گوشیم از زیر قاب شکست، خورد شد. واقعا اپل میتونه بیاد الان از گوشی من به عنوان تبلیغ آیفوناش استفاده کنه. دوربینم هیچیش نشد، خود گوشی سالم، LCDش هیچیش نشد. اصلا من مونده بودم، رفتم پایین گفتم الان گوشی رو خورده خاکشیر باید بردارم، ولی سالم موند، فقط گلسش و یه ذره خود گوشیم خورد شد. خیلی عجیبه میدونم. همه میگن آره آیفون زود میشکنه، به درد نمیخوره فلان اینا. کو اینها ببین عالی. البته من گوشی قبلیمو 4 بار LCD شو عوض کردم. بریم سراغ اولین بسته. بچه‌ها اینو حتی دوباره هم میتونم براش ذوق کنم چون خیلی گوگولیه. دیگه باز شده دیگه، ولی خب پروژکتور خریدم. یکی نیست بگه الان با این وضعیت پروژکتور خریدن چی بود؟ پروژکتور چه نیازه بود؟ اینو $20 خریدم بچه‌ها. آف خورده بود و نظر همه هم راجبش مثبت بود، پس خریدمش با اینکه جزء واجبات نبود. نمیدونم چرا الان تو این شرایط دارم پولامو اینجوری استفاده میکنم. چقدر گوگولی.
نگاش کن آخه این با اینقدر وزن با اینقدر کوچولو بودنش اندازه کف دست این چجوری میخواد فیلم پخش کنه گوگولی. اینجا اندازه تصویرش بزرگ کوچیک میشه. خیلی گوگولیه، خیلی دوستش دارم اینو خیلی از خریدم راضیم و خیلی هم هیجانی شدم بابت. اینو باید با گوشیم تستش کنم و میرم تستش میکنم. ویدیوی تستش رو براتون میذارم حتما. پروژکتوره متاسفانه این USBش تایپ C بود. فضولم باید این پیرزنان نشستم این بالا ببینم کی میره کی میره. این بسته بعدی بچه من اینو یادم نبود چیه، یعنی تو ویدیو قبلیه بازش داشتم میکنم اینجوری بودم که خدای این چیه چون خیلی هم بزرگ بود. حالا اون تیکشو میذارم براتون. بعد بازش که کردم چه خیلی ذوق کردم یهو بهتون نشون بدم. بچه صندلی بادی خرید این رنگ شما خریدم، این سرمه مشکیه رو. بچه یه چیزی که بابتش خوشحال شدم که نه که خوشحال شدم ولی خب یه خوبیه این که اون ویدیو صدا نداشت برای من داشت این بود که من اینو داشتم مینداختم دور. این واسه باد کردن این صندلی است و من اینو داشتم مینداختم دور. وقتی اومدم دوباره جعبه‌شو برداشتم که اینو بذارم تو جعبه‌ش این تو جعبه جا مونده بود. اینم خود صندلی است که از این پایه هام جلوش داره. حالا اینو باید ببرم تو اتاقم بادش کنم. اینم براتون ویدیوشو میذارم. اینو خیلی دوستش دارم، اینم خیلی ذوقشو دارم. متاسفانه نتونستم با این دستگاه بادش کنم و به روش‌های سنتی متوسل شدم مثل باد کردن با دهن. خیلی احمقانه است میدونم ولی اون سخت‌تر بود. هم خونم اومده وضعیت رو دیده و میگه باید این فیلم بگیری. خیلی بامزه خیلی بده. خجالت کشیدم یکم. ادامه میدیم. داره درست میشه. بس واقعا جون ندارم. وای نگاه دستمو مردم. بچه ها اینم آخرش شد. بالاخره با هر بدبختی که میشد بادش کردم. خدا رو شکر تا اینجا خریدام موفق بوده چون من معمولا خدای خریدای اینترنتی ناموفقم. تمام میزنم احساس میکنم دارن نگاه میکنن مسخرم میکنن. بکنن اینو که نمیفهمن من چی میگم. بریم سراغ بسته های گوجی موجی جزئی. توی این همه چی هست. چیزای رندومه از این خریدایی که هرچی خوشت اومده خریدی. اون صندلی هم قیمتشو بهتون نگفتم. فکر کنم حافظم واقعا ضعیفه. اونو یادم آف خورده بود. فکر کنم حدود $20 خریدمش یا مثلا 20 خورده ای دلار. دقیق یادم نیست. بریم سراغ بعدی. این وسایلی که تو اینه رو من خیلی دوستشون دارم. همشون رو ذوقشو داشتم. بیشتر از همه ذوق این بستمو داشتم. بچه‌ها
صندل خیلی ترند شده بود، بیشتر تو ترکیه خیلی ترند شده بود، ولی خب اینجا هم خیلی هم میپوشنش. دیگه من دیدم آفم خورده بود، شده بود بگو چند؟ $15. من خریده بودم $15. خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم. از این حالت هست که هم میتونی با تیشرت بپوشیش، هم به خاطر این حلقه طلاییش میتونی با لباس مجلسی و پیرن و اینا بپوشیش. خیلی به درد بخور و کاربردیه، خیلی دوستش دارم. بعد بچه ها اینو اصلا دیدمش دلم واسش رفت. چشتون رو ببندید، چشتون رو ببندید، بستید، واکنید. کلاب تاپه، باورت میشه کلاب تاپ انقدر کیوت و گوگولی باشه؟ نگاش کن، خیلی نازه. خب دیگه زیاد نگاش نکنی دیگه. خیلی اینو دوستش داشتم، خیلی کیوته. بچه ها اینو من تو ویدیو قبلی تازه فهمیدم که چیه. تاپ خریدم، ازم نپرسید چرا، چون خودم هم دلیلشو نمیدونم. یعنی یکی نیست بگه آخه دختره الان چه وقت خرید تاپ بود که بزنی مثلا تو بالکن، مثلا چجوری بزنمش، چجوری استفادهش کنم. این جزء خریدای ناموفق نمیشه گفت، احتمالا قشنگه ولی ببخشید یهو خراش افکار زدم. ولی خب جزء خریدای فکر نشده بود که احتمالا ریترنش میکنم. اگه الان دوباره اساتید محترم بهشون بر نمیخوره که چرا انقدر داری از کلمات انگلیسی استفاده میکنی. حالا من کلا یه کیوتو گفتم. وای بچه‌ها توی ویدیوی قبلی من اصلا کیوتو هیچ لهجه‌ای هم نمیدم بهش. کیوت چیزیه که ما تو ایران والا بیشتر از اینجا استفادهش میکنیم. من اینو گفته بودم بعد تو ویدیوی قبلیم که پارت دوم ولاگ لس آنجلس بود. توی اون یکی انقدر تومار برای من نوشته بود که آره معلومه تازه رفتی فلانه اینا، کلمات انگلیسی رو چرا با لهجه آمریکایی میگی؟ انگار مثلا کلمات انگلیسی رو باید با لهجه کوکیلویی و بویراحمدی بگم. مثلا یعنی فقط میخواست یه چیزی گفته باشه. بریم سراغ بعدی. شلف حموم گرفتم که شامپو مینا رو بذارم. اینو خریدم $4. ترسیدم. بریم سراغ بعدی. بچه من واقعا عاشق کراپم، دست خودم نیست، خیلی ذوق میکنم واسه دیدن کراپ. چرا اینجا شلوغ شد؟ این کراپ ببین دیدمش مردم براش، نگاه. بعد دقیق اندازه، بعد خوش رنگ. ببین دوتاشم آبی. علاقم به رنگ آبی مشخص نیست. تو من واقعا همه رنگی رو میپوشم از یه سنی به بعد. اینجوری شدم، فکر کنم پیر شدم. امیدوارم که این میکروفون یه خاصیتی داشته باشه و صداهای دور رو نندازه. بریم بعدی. بچه نمیدونم اینو باید نشون بدم یا نه، نمیدونم، احساس میکنم مسخرم میکنید ولی خب ماشین ریشتراش زنون است. ببین واسه خانوم هست. وقتی کار آدم راحت میکنه چرا نخرم؟ سخت خوب هر روز صبح پاشی رو. چقدر گوگولی کوچولوه. از این 4 کاره هاست. چقدر گوگولیه. اینو میتونم باهاتون تستش کنم، بیاید با هم تستش کنیم. الان سرش یه چیزه. Oh my god! Wow! تو بازش کنم اینو. پس 4 کاره است بچه ها. این 4 تا از این چیزا داره. خب اینو خودم اول ویدیو گفتم 4 کاره است.
خیلی اوضاع خیته. این یکی رو تست کنیم. این واسه ابرو و ایناست. الان که نمیبینم تستش کنم، میترسم بزنم ابروم بره نصفش. ببین صداشه خیلی باحاله، قدرتش هم بالا. چرا ببینید روش نوشته، اینوری دارم میگم لیدیز شیور. نرید بگید ماشین ریش تراش مردونه خریدم و لیدیز شیوره. خیلی چیز کاربردیه. اینو واقعا خیلی خوشحالم از خریدش. این واسه بینی و گوشه، این واسه ابروه، این واسه بدنه، اینم واسه موهای صورته. یه سری چیزا واقعا نیازه. الان همه خانمای ادایی از اینا دارن. شما چطور؟ به من نمیاد. کاش واقعا ادایی بودم. کاش میتونستم ادایی باشم. خیلی اون موقع زندگی بکنم بهتری داشتم. مثلا هر چیزی که میبینم اداییه یه جوری میشم برم سمتش. احساس میکنم دارم مثل بقیه زندگی میکنم و از بقیه الگو برداری میکنم. تا نور نرفته بریم بعدی، چون نور داره میره بدبخت میشه. بعدی بچه این واقعا واسه کسایی مثل من که همش با گوشیشون ویدیو میگیرن و گوشیشون رو جایی ندارن بذارن خیلی واجبه. از این چیزای سیلیکونی که میزنن پشت گوشی، از این بیلبیلک‌ها به قول خودمون، از اینا. بعد 6 تا ازش خریدم، 6 تا رنگ مختلف. نمیدونم به چه دردم میخوره، شما هم نپرسید. امیدوارم بتونم یه استفاده ازش بکنم. نمیدونم چرا 6 تا خریدم. چرا میدونم، چون آف بود و 6 تاشو خریدم $1.68 و مفت بود به نظرم. پس 6 تا ازش خریدم. حتی اگه استفاده نکنم هم نمیدونم، خریدم دیگه، ولش کن. هرچی بیشتر راجعش حرف زدم بیشتر خجالت زده میشم. بعدی 4 تا کرات در 4 رنگ مختلف خریدم. توسی، سرخابی، مشکی، سفید. شبیه دستفروشی مترو دارم تبلیغ میکنم. بچه‌ها البته اینا رو حس میکنم یکم کوچیکن، خاطر اینکه نمیدونم به نظرم کوچیکن و نپوشیدمشون. باید بپوشم ببینم چطوریه وضعیت. ولی خب رنگ بندیشو خیلی دوست دارم، خیلی هم گوگلی هست. و آخری که البته چیز مهمی نیست، میدونم هم حس خاصی ندارید نسبت به دیدنش، ولی خب چون داریم با هم باکس میکنیم اینم باید بهتون نشون بدم. چسب 2 طرفه خریدم واسه اینکه تابلوام و اینا رو بچسبونم، ولی خب این جزء خریدای ناموفقم بود واقعا، به خاطر اینکه 80 سنت پول اینو دادم و فکر میکردم یکم بزرگتره، چون پول شیپینگ هم داشت که برام بفرستن. $3 پول این که برام دادم. یعنی منطقم عالیه. این چون آف خورده بود 80 سنت بود، اینو خریدم به جاش $3 پول این که برام ارسالش کنن دادم. آره خلاصه این که اینو احتمالاً پسش بدم، به خاطر اینکه نمیدونم پول ارسالی که دادم رو برمیگردونن یا نه. اگه برنگردونن که پسش نمیدم. ناراحتم دیگه. میتونستم همون پولو بردارم با پول ارسالش برم از بیرون یه دونه بزرگشو بگیرم، نه انقدرشو دیگه پیش میاد. چیکار کنم؟ بریم سراغ اصلیه که قرار بود آخر ویدیو بازش کنم و اصلی ترین خریدمه و خیلی ذوقشو دارم. دست 1 2 3 چی لپتاپ خریدم. بچه من لپتاپم از ایران نیاوردم و خب واسه درس و همه چی اینجا لپتاپ مهمترین چیزه. شما مثلا یه کلاس ساده هم میخوای بری، یه متن هم میخوای بنویسی، توی لپتاپ باید بنویسی، تو گوشی خیلی سخته. و بالاخره لپتاپ خریدم. این با هم آنباکسش.
من این بدبخت رو 3 بار آنباکس کردم. یه بار دیشب که بزنمش به شارژ، یه بار واسه ویدیوی قبلی، یه بارم الان تا 3 نشه بازی نشه. چی خیلی خوشگله، خیلی ذوقشو دارم، خیلی نازه. اینو من یه بار روشن کردم، احتمالا هنوزم روشن باشه. بعد اون کاغذ لاشم برداشتم. این ویدیوی بی صدای آنباکسینگ لپتاپه که حداقل اون برگه وسطش بود، گفتم اینم براتون بذارم. اینجا خیلی ذوق کردم از اینکه بازش کردم، دیدم چجوریه و ویو رو ببین، ابرا رو ببین چقدر خوشگل بودن. دارم از لپتاپ به عنوان آینه واسهتون استفاده میکنم. اینجا واسه اولین بار روشنش کردم، تا قبل این تا حالا روشنش نکرده بودم، فقط زده بودم تو شارژ که بتونم روشنش کنم. این هم صفحه اولیش بود که دیگه داشتم از ذوق میمردم اینجا و خب یکم طول کشید تا بیاد بالا و همین بود دیگه. شما ولی دوباره ذوق کنید براش، باشه، گناه داشتم. این ویدیو قبلی اونجوری شد، بیاید با هم بازش کنیم. و درست اون کاغذ لاشو نداره، ولی خب آره توی ویدیو قبلی تا این مرحله پیش رفتم، ولی خب چون رمز وای فای رو حفظ نبودم نتونستم بزنم ستاپش کنم دیگه. موند فعلا همینجوری مونده تا برم. الان خواستم برم اینو ستاپ کنم، دیدم ویدیوم صدا نداره، دوباره اومدم ویدیو رو بگیرم. خلاصه که لپتاپ گرفتم. خیلی خوشحالم بچه‌ها، واقعا خیلی خوشحالم. همین الان رینگ لایت هم رسید. اینجا میتونی با حقوق 1 ماهت چیزایی که دوست داری، چیزایی که نیازته، لپتاپ بخری، گوشی تو عوض کنی و میتونی حتی قسطی بگیری 12 ماهه اینا پولشو کامل بدی. سختی مهاجرت خیلی زیاده، خیلی بیشتر از چیزی که فکر کنی، چه از لحاظ دلتنگیه، چه از لحاظ سختی های زندگی اینجا که مثلا از صفر همه چیز تو بسازی دوباره، اونا خیلی سخته. ولی وقتی به این شیرینیاش میرسی میفهمی که ارزش اون سختی ها رو داشته و واقعا خیلی حس قشنگیه این که با 1 ماه کار کردن بتونی چیزایی که دوست داری رو بگیری و امیدوارم که همتون بتونید این حس رو تجربه کنید و امیدوارم که دل هموطنا انقدری بزرگ تر بشه، چون من واقعا همیشه حتی اینجا میگم ما توی کشورمون مردم به شدت مهربون و دلسوزی داریم، ولی یک سریا که همه جای دنیا از این مدل آدما هست، ولی یک سریا متاسفانه نمیخوام اینجوری اصلا حرف بزنم راجبش، یا ابدا سکته کردم وسط حرف احساسی. آخه برای آخرین بار اینو ببینید جمعش کنم برام واسه ادامه حرف احساسی. آره نمیخوام از این کلمه استفاده کنم، ولی حالا یه سریان نمیدونم پای چی بذارم، حسودیه، چشم دیدن نداشتنه، نمیدونم چی، اصلا دلم نمیخواد اینجوری فکر کنم. ولی خب خوششون نمیاد که ببینن من به عنوان یه دختر 20 ساله ایرانی اومدم توی یه کشور غریب و رسما توی غربت دارم بین آدمایی که هیچی ازشون نمیدونم، نه از فرهنگشون، نه از رفتاراشون، نه از هیچی، از هیچیشون نمیدونم، دارم زندگی میکنم و دارم میرم سر کار، دارم تنها زندگی میکنم و دارم توی همه اینا سعی میکنم گلیم خودم از آب بکشم بیرون و یه سریا میان این وسط انرژی منفی میدن بهم و یکم واسم عجیبه و امیدوارم هر روز بتونم به تک تک هدفام برسم و تک تک چیزایی که دوست دارم و کم کم بخرم واسه خودم و بیام اینجا به شما نشون بدم و این حس خوب بتونم به شما انتقال بدم و با هم دیگه ذوق کنیم و همونطور که گفتم حس خوب به هم دیگه بدیم
اونجوریه که حس خوب میگیریم. خلاصه که اینجوری. بچه‌ها حتما برام کامنت بذارید که دوست دارید بازم از این سبک ویدیوهای آنباکسینگ بگیرم براتون و بذارم. حتما لایک کنید چنل رو، حتما سابسکرایب کنید، خیلی به من کمک میکنید و هر دفعه که میبینم یه نفر چنلم رو سابسکرایب کرده، هم خودم خیلی از این که حمایتم میکنید خوشحال میشم و ذوق میکنم بابت هر یه دونه سابسکرایب. همین که خیلی به چنلم کمک میکنید که دیده بشه و زودتر بتونم بیارمش بالا. مرسی که این ویدیو رو تا آخرش دیدید و آره خب واسه این ویدیو واقعا خیلی زحمت کشیدم، تقریبا 2.5 ساعت از وقتم رو گرفت و امیدوارم که این دفعه صدا داشته باشه، وگرنه نمیدونم چند ساعت میشینم باش گریه میکنم، ولی 100% گریه میکنم. مرسی از اینکه ویدیو رو تا آخرش دیدید. دوستتون دارم. بای.